پس از برگزار گردیدن آخرین بازی‌های دور سوم مرحله گروهی در چهارگانه ای و اف، کل اشتراکچیان مرحله حذفی معلوم گردیدند که منتخب اوکراین از میانشان باری نخست به مرحله پلی آف راه گرفت. با کلی شما سلام دوستان عزیز، این روزنامه یورو 2020 است که امروز از آخرین بازی‌های مرحله گروهی را فراگیر است. نخستین رقابت دور سوم گروه ای که همچنین یکی از رقابت‌های جنبسته مرحله گروهی مسابقات دانسته می‌شد، در ورزشگاه شهر سنت پترزبورگ منتخب‌های شوئدیا و پولشا را به هم آورد. رقابتی که به خاطر کوشش‌های برآمدن از گروه پرشدت و سرگل ادامه یافت، هنوز در دقیقه دوم دیدار امیل فورسبرگ پس از تلاش‌های الکساندر ایساک حساب بازی را گشوده در این برابر تزکورترین گل یورو را به ثمر رسانید. پس از پیشتازی شوئدها در حساب، روبرت لواندوفسکی با 2 ضربه پای هم توپ را وارد دروازه اولسن کردن نتوانست، زمانی که پس از هر دوی تلاش‌هایش توپ به تیر دروازه برخورد. پس از تلاش‌های ناموفق گلزنی از جانب همسفان لواندوفسکی در دقیقه 59 رقابت با استفاده از پرتافت دیان کولوسفسکی، امیل فورسبرگ دوباره توپ را وارد دروازه شصتی نمود. کامیابی خاصه در گلزنی را باشد روبرت لواندوفسکی از دقیقه 61 آغاز نمود، زمانی که پس از پرتافت پتر زلینسکی با یک ضربه تابناک نخستین گلش را در همین یورو به ثمر رسانید. دومین گل خویش را باشد روبرت در دقیقه 84 وارد تور نمود و حساب بازی را هم با همین برابر کرد. اما در دقیقه 94 بازی ویکتور کلایسونی از احتیاط به میدان آمده اخیراً توپی از کولوسفسکی قبول نموده را به گل تبدیل داده، نه تنها با یک پیروزی شگفت‌انگیز اشغال موقع اول در گروه نمود، بلکه دسته لواندوفسکی را به زینه چهارم فرآورد. ارزشمندترین بازیگر این دیدار باشد امیل فورسبرگ دانسته شد. در ورزشگاه لاکارتوخ شهر سویلیا باشد منتخب‌های اسپانیا و اسلواکیا به هم آمدند که رقابت مذکور هم پرگل انجام یافت. اما متاسفانه برای مخلصان اسلاویانی تبار همه توپ‌ها را مارتین دوبرافکا از دروازه‌اش بیرون آورد. حساب بازی هم از با خودگل دروازه‌بان منتخب اسلواکیا گشوده شد. پیش از این گل باشد آلوارو ماراتا از ضربه پنالتی گل زدن نتوانست. دومین گل اسپانیا را باشد حمایتگر من سیتی و فرانسوی در فرصت‌های اخیر اسپانی شده امریک لاپورت در دقیقه‌های ایلوگی نیمه اول بازی تقدیم تور نمود. اسلواک‌ها دیگر به خود نآمدند و نخست در دقیقه 56 رقابت پابلو سارابیا پس از پرتافت جوردی آلبا حساب را 3-0 نمود. فران تورس باشد 11 دقیقه پس با یک عمل زیبای حساب بازی را 4-0 نمود. آخرین گل این دیدار باشد باز هم از خود گل بازیگر اسلواکی به میان آمد و این نوبت کوسکا ضربه ناجا جانب تور دروازه خویش روان کرد. منتخب اسپانیا باشد هرچند که به مثال بارسلونا یک دسته ضعیف را زیر پا نمود، با همین در گروه زینه دوم را اشغال کرد. در بازی مذکور هم یک سابقه دار دیگر و این هم مارک گامشیک به مثال گوران پاندف ناکام از میدان بیرون رفت. بهترین بازیگر این رقابت پرگل باشد نماینده بارسلونا سرخیو بوسکتس اعتراف گردید. آخرین بازی‌های مرحله گروهی باشند پس از انجام بازی‌ها در گروه F جنبست گردیدند و اینجا نوبسته از باخت بزرگ از پرتغالی‌ها بازیگران از بوداپشت به مثال بازی بر مقابل فرانسوی‌ها آلمانی‌ها را هم مات و مبهوت کردند. پس از یک خول ارزشمند از بازی بر مقابل قهرمانان جهان، ونگرها در این بازی هم به پیش تافته الکی در دقیقه 11 بازی آدم سالای حسابی بازی را کشاد. نوابسته از بارانگری‌های شدید رقابت میدانی هیچ جالبیتش را از دست نداد و در نیمه اول ماتس هوملز و کای هاورتز امکان واقعی گلزنی را از دست دادند. برابرکنی حساب به آلمانی‌های فاوریت تنها در دقیقه 66 بازی مشرف شد، زمانی که پس از اجرای ضربه جریمه‌ای از جانب یوزوف کیمیخ کای هاورتز توپ را وارد دروازه پتر گلاچی نمود. اما 2 دقیقه پس از گل آلمانیا آندراس شافر با یک سرعتگیری خاصه هنگام عکس الهجوم نوبتی منتخب کشورش را به طور غیر چشم داشت به پیش برآورد. برای بار دوم برابر نمودن حساب و دسترسی نتیجه مساوی آلمانیا تنها هنگام 6 دقیقه ماندن به انجام بازی از گل گارسکا نتیجه را 2-2 نمودند. بازی مذکور همین طریق با نتیجه 2-2 خاتمه یافته. منتخب ونگریا با یک خول ارزشمند و افتخاری و با سری بلند با مسابقه پدرود میگوید، نه به مانند آنی که در رقابت دنیا و روسیه مورچه فیل عظیم جثه را زیر پا کرد. در بازی مذکور باشد نماینده باواریا یوزوف کیمیخ بهترین بازیگر دانسته شد.
در آخرین بازی مرحله گروهی یورو 2020 بین قهرمان فعلی جهان و قهرمان فعلی اروپا همچنین یک رقابت جالب و پرگل صورت گرفت که از تماشای این بازی کلی ورزشگاه و دوستداران فوتبالی به وجد آمدند. پرتغالی ها را بهر برآمدن از این گروه پیروزی و یا اقلا مساوی ضرور بود، در حالی که فرانسوی ها از برای نمایش قدرت و اشغال مقام اول در گروه با تلاش غلبه به میدان آمدند. فرانسوی ها از فرصت‌های نخست در این بازی به پیش تافته هنوز در دقیقه 15 دیدار ستاره امیدبخش سرنگه ها کلیان امباپه امکانی کشودن حساب بازی را از دست داده بود، ولی کریستیانو رونالدو باشد امکانی کشودن حساب بازی را از دست نداد. زمانی که ضربه پنالتی تعیین شده از برای قاید ویرانکنی اوگو لاریس نسبت دانیلو را با گل انجام داد. گل جوابی فرانسوی‌ها نیز از ضربه پنالتی تعیین شده از برای قاید ویرانکنی بر مقابل امباپه زده شد که آن را کریم بنزما درست اجرا نمود و نخستین گلش را با پیراهن منتخب فرانسه پس از 2085 روز به ثمر رسانید. دومین گل خویش را باشد حمله‌ور رئال مادرید از پرتافت اولی پول پاگبا در دقیقه 47 بازی وارد دروازه روی پاتریسیو نمود که از همین گل فرانسوی‌ها را به پیش برآورد. اما کریستیانو رونالدو در دقیقه 57 خود پنالتی کار کرد و پس از اجرایش درست آن دومین گل خویش را وارد دروازه لاریس نمود و نه تنها حساب بازی را برابر کرد بلکه 109مین گل خویش را با پیراهن منتخب به ثمر رسانید که این تکرار نشانداد رکوردی حمله‌ور ایرانی علی دایی می باشد. در دقیقه 67 رقابت باشد ضربه مارپچ پول پاگبا را جهش منظره سازی روی پاتریسیو صدگذار شده بازی با همین با نتیجه 2-2 خاتمه یافت که پرتغالی‌ها را از موقع سوم به پلی آف برد و فرانسوی‌ها از موقع اول به هشتکنی برآمدند. بهترین ستاره بازی باشد کریم بنزما پذیرفته شد. همین طریق پس از برگزار کردن 4 بازی آخرین در گروه ای و اف در عموم 12 دسته با اشغال مقام‌های یکم و دوم و 4 دسته بهترین از موقع‌های سوم گروه به مرحله هشتکنی یورو را خط گرفته شروع از سنه 26 ایون رقابت‌ها را آغاز می‌کنند. در این مرحله منتخب ویلز با دانیا، ایتالیا با استریا، نیدرلند با چخیا و بلژیم با پرتغالیا به میدان آمده، اسپانیا با خروات‌ها، فرانسوی‌ها با شویتساری‌ها مبارزه می‌برند، در حالی که شوئدها را اوکراینی‌ها انتظارند و منتخب انگلیا با آلمان دست به گریبان می‌شود. این بود روزنامه یورو 2020. تنسیت و پیروز باشید.